وزیر مدافع قرقیزستان بختبک بولتوف روز 19 اکتبر سال 2022 در نشست خبریش در بشکک گفت استقرار نیروهای حامی صلح ODKB در مرز قرقیزستان با تاجیکستان را پیشنهاد کرده است. ژنرال بولتوف گفت این نیروها می توانند رعایت آتشبس را زیر نظارت گرفته، همچنین نگذارند که جانب‌ها تکنیک و نیروهای علاوگی را به مرز انتقال دهند. وزیر قرقیز گفت هم تاجیک‌ها و هم قرقیزها هر کدام حقیقت خود را دارند و این قریب یک عصر باز هیچ به افاقه آمدن نمیتوانند. بولتوف گفت برای به افاقه آوردن دو جانب قاضی بی‌طرف لازم است. به عقیده او چنین نقش را بین دوشنبه و بشکک میتواند ODKB اجرا کند. بختبک بولتوف گفت چند پیش من با دبیر کل ODKB استانیسلاو زاسفو خوردم. من گفتم که بین قرقیزها و تاجیک‌ها صلح نمی شود. قرقیزها حقیقت خود را دارند و تاجیک‌ها حقیقت خودش را، و تا وقتی که بین ما یک قاضی بی‌طرف نیستد صلح نمی شود. برای مثال یک نیروی خرد ODKB در قطعه‌های بحثی مرز گذاشته شود تا که چند وظیفه را اجرا کند: نظارت آتشبس و بیرون کشیدن تکنیک وزنین از مرز دولتی. سپس می توان مسائل سیاسی مربوط به علامتگذاری مرز دولتی را حل کرد. این احوال 30 سال نه 98 سال ادامه دارد. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز این اظهارات را شرح ندادند. قبلا دبیر شورای امنیت قرقیزستان مراد ایمانقولوف گفت که پرزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف روز 14 اکتبر در آستانه در ملاقات سه‌گانه پرزیدنت‌های روسیه و تاجیکستان و قرقیزستان که با تشبث ولادیمیر پوتین دایر شد، به روسیه پیشنهاد کرده است که برای حل مشکلات مرزی بین دوشنبه و بشکک میان رفت شود. روز 18 اکتبر در دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون نیز با دبیر کل ODKB استانیسلاو زاس ملاقات داشت. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در رفت ملاقات مسائل همکاری‌های تاجیکستان در چارچوبه سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، وظیفه‌های امروزه سازمان، اینچنین موضوعهای مبرم روزنامه منطقوی و بین المللی بررسی گردیدند. جانب‌ها ضمن ملاقات عاید به وضع دشوار نظامی و سیاسی در منطقه و جهان تبادل اندیشه نموده مستحکم کردن اقتدار حفظ سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را ضرور شمردند. در واخوری همچنین دیگر مسائل‌های جاری از جمله آمادگی به برگزاری ملاقات نوبتی سران دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی محاکمه کرده شد. در اطلاعیه همچنین تاکید شده است که امامعلی رحمون سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی را عامل مهم تامین امنیت و ثبات منطقه ارزیابی کردند. اما در این باره که آیا امامعلی رحمون با دبیر کل ODKB پیشنهاد جانب قرقیزستان درباره استقرار نیروهای حامی صلح در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را هم بررسی کرده است یا نه، در اطلاعیه رسمی چیزی گفته نمی شود. روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زده‌خوردهای خونین صورت گرفت که با بیش از 130 کشته و نزدیک 450 زخمیش خونین ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی تمام آسیای مرکزی و پس و شوروی شمرده می شود. روز 14 اکتبر پوتین در آستانه برای حل مسائل مرزی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان را پشت یک میز آورد، ولی در ویدیوی نشر شده دیده می شد که امامعلی رحمون نمایشگرانه با صادر جابوروف دستی سلام نکرد و تنها با پوتین دستی سلام کرده به جایش نشست. درباره کدام توافق جدی در این ملاقات نیز یگان خبر به دست نرسید بجز از یک توافق عمومی درباره اینکه جانب‌ها راضی شدند که در آینده برای حل مشکلات مرزی از سلاح استفاده نکنند.